دنیا چگونه باورش کرد؟ دنیا چگونه باورش کرد؟ همه چیز از آنجا شروع شد که خدا او را باور داشت و تقرب می‌جست به سوی خدایی که وعده کرده بود من تقرب الی شبرا تقربت الیه بارا. کسی که وجبی به سوی ماید آغوشی به سویش روم. و من به نظاره نشستم سرود از قله ها را که با گام‌های استوار و ارادی محکم یکایک آنها را پیمودی و دیگر حصار شهرها و کشورها را گسستی و نامت به جاودانه عاشقانه خواهد ماند. گرچه مرزها را پیموده بودی اما مرز و حد قانون و احترام و تعهد و اصالت را همیشه ارج نهادی. داد حق خواهی و قانون مداری را چنان بانگ دادی که قانون وکلای چند استان به پاس تو تندیس به دست ایستادند و کف زدند. و آنگاه که تندیس حقوق بشر به تو اهدا شد تو نوشته های کوروش را گویا که مدت ها از بر بودی. افکار نیکت آنچنان وسعت داشت که ایرانیان خارج از کشور به شکرانه زحمت‌های تو تقدیر را کوچکترین خدمت به تو دانستند. پدر نازنینمان، خاطرات سیمینار وحدت پایتخت هنوز غبار کهنگی نگرفته است که تو ختام المسک آن لقب گرفتی. دانشگاهیان نیز وحدت را در چهره تو پرمعنا دیدند و تندیس را بهانه کردند تا چون دستمالی بر عرق‌هایی که در این راستا ریختی بکشند. اما عشق تو انتها نداشت و آنچه را که باعث آرامش و افتخار برای یک ایرانی می شود را همچون گلدسته دوستی و وحدت به نمایندگان هیئت دولت و مقام معظم رهبری هدیه دادی. حال نیز آرزو دارم برای پدر نازنینم، نه فقط من، نه فقط ما، حتی آنها، بلکه تمام واژه‌ها و حرفها لبخندت را آرزو دارند. لایق محضر او غزل و شعری نیست، تحفه باید که برایش غزلستان آورد. آب پاشیدن بر قدومش گناه است، آب بایدش که از قمصر کاشان آورد. گاهی انفجار بغض انتهای حس نیست بلکه امتداد عشق است.